أقسم بالخنس الجوار الكنس واللیل اذا عسعس. سوگند به ستارگانی که باز می‌گردند، سوگند به ستارگانی که بازگشت می‌کند و دور می‌شوند، و سوگند به شب آنگاه که پشت کند. واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس إنه لقول رسول کریم. و سوگند به شب آنگاه که پشت کند، و سوگند به صبح هنگامی که تنفس کند، که این قرآن کلام فرستاده‌ای بزرگوار است. ذی قوة عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. که صاحب قدرت است و نزد صاحب عرش مقام والایی دارد. در آسمان ها مورد اطاعت و امین وحی است. و ما صاحبكم بمجنون. و پیامبری که همنشین شماست دیوانه نیست. ولقد واقعا او فرشته وحی را دیده است. او نسبت به آنچه از طریق وحی دریافت داشته بخل ندارد. ولقد رأیه بالافق المبین وما هو علی الغیب بضنین. و او را در افق روشنی دیده است. او نسبت به آنچه از طریق وحی دریافت داشته بخل ندارد. و ما هو بقول شیطان رجیم فأین تذهبون. این قرآن گفته شیطان رانده شده نیست، پس به کدام سو می روید؟ این هو الا ذکر للعالمین لمن شاء منکم ان یستقیم. این قرآن چیزی جز تذکری برای جهانیان نیست، برای کسانی از شما که جویای راه راست باشد. این هو الا ذکر للعالمین لمن شاء منکم ان یستقیم. این قرآن چیزی جز تذکری برای جهانیان نیست، برای کسانی از شما که جویای راه راست باشد. این هو الا ذکر للعالمین لمن شاء منکم ان یستقیم. این قرآن چیزی جز تذکری برای جهانیان نیست، برای کسانی از شما که جویای راه راست باشد.
وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمین. و شما اراده نمی کنید مگر اینکه خداوند پروردگار جهانیان اراده کند و بخواهد. راست گفت خدای عظیم. صدق الله العظیم.